اینا امروز ما برآمدیم برفی بلند در مسکو. اینا دیدیم برادر جانو چه خیلی زده ایسای برف. اینا برادرها هزار آمد راه را تازه کرده گه خداوند برکت چونتان همین برادرای توجیک ازبک زبانی خدمونان اینا همش برادرای خدمونان هزار آمد میگم که خداوند نگهبانشون باشه. این خیلی برفی دم میبرن هر کس خیلی قفای زندگیش برادر جانو مسکو را خوب ناز و بهتر میدونم شما خودم که برف نگاه که یا الله چه خیلی زدگیه باز زده ایسای برادر جانو. و امروز خواستیم کم ترام باشه همراه شما صحبت کنیم برادر جانو. یک کم ترام باشه انشالله تا رفتنی دهنی در مترو را خوب میشوه. این شیرای الله نگاه کنیم که برف زدگی چه خیلی توپ کردگیه. کم تر برای سوالای شما پاسخ بگردانیم. همه کسا برای پیشرفت کار ما برادرها یا لایک بجقین انشالله خوب و بهتر میشه تا که دیگر برادرها بینن کودک نگاه کن. خداوند همه را ساق سلامت پیش فرزنداش بره. سلام علیکم و علیکم و سلام دلشاد. سلام هموطن و علیکم و سلام زمستون روسیه همین. سلام براجون و علیکم و سلام. سلام علیکم. سلامتی خوب میشه رحمت اشما بسیم. ولی موسیقی سوزی رحیم برادر میشه رحمت برادر جان اشما بسیم. سوزی خوبی الحمدلله خدا با شکر سازیم برادر خوبیم تنجین الله همون نگهبان باشد برادر جان. یک چیز ما واسه هر یک کدام شما برسونم بدروین التماس دستگیری شما پیشروی کاری ما یا لایکی را بجخین یک صحبت خوب ما همراه شما گپ زنم برادر جان. برای کار و برای که دینا ما پارتفته مثال گوش فروشی را یک برادر پیش کرد هزار رحمت بسیار نفرها گپ خوب نیستن. یک برادر در آنجا نیسته رحیم تو گپ زدن نمیتونی فلان نمیکنی و بهمدان تو گپ زنی دی خیلی و خیلی برادر جان. آخه الحمدلله من ژورنالیست نیستم چیزی که هستم برادر همی بلاگر خری رحم برادر. یا بچه نیسته تا ای کدام قشلوق اومدی ها برادر جان. ما ای قشلوق اومدگیم ای قشلوق فرخار تاجیکستان. لیکن انشالله که هست برادرای ما را قدر میکنن گپای ما با آنها پیساندن دستگیری میکنن یک صحبت خاص میکنن هزار رحمت. لیکن کدامی که نمیخوای برادر جان مجبور نمیکنم. التماس همین گپ زیادی پرابلم زیادی چی در کار برادر. من نسبت یگان تا یگان خصومت یگان بدبینی و یگان تا قتی دشمن ندارم که ما قتی خود سوی از دادن کنم و اتویتیا کنم برادر جان. همین التماس مونن برای ما بریم پرابلم های ما برای ما زیادی یک چیز گر زیادی است وای نکنین ما آخه گپ زنیم سینی برادر توجیخ ما گپ نزنیم خاک پاتون شما برادر جان. التماس پروسه بعضا وقت خدا مونده میشه و خسته میشه نمیفرد برادر جان تماشا نکن. پروسه بعضا سخنهایی هست که یک گپی خودت میتونه که یک سود که آدم عصبش ویران کنه برادر جان. التماس اینا پگوده که اینا مومی برف نگاه که اینا چه خیلی زدگی نگاه اینا کوچه در اومد در تای برف رفت خیلی برف از می زدگی برادران. دایم اگر کلیپ صبح 6 ثانیه کردید تیم میشی برادر خوب کلیپ صبح 6 ثانیه میکنیم برادران. سلامت باشید سلامت زنده و سربلند باشید گپی مردم گوش نکن برادر جان. همه کسا یا لایک بجخیم برای پیشرفت کار ما. نه ما چیده حیران میشم که آخه ما دزدی یگان کاری بعد یگان چی نکرده باشم. بعضا نوارای میکنیم یا دکان گوش فروشی برادر آخه برادر جان یک چیزی هست که اینم امور کردم توجیکای خودمون اینجا اوجا دستافک کرده سن دکمی ندارن این ندارن گوشت برده سن پروسا بعضی نفر همه را یک بها میته یک چیز نفهمیدن ندونسته. بعضا وقت ما هم الحمدلله پدر داریم مادر داریم نزدیک داریم سختمون میرسه آخه فهیم اگر سلام علیکم و رحمت الله. Скажи, пожалуйста, дворник нормальный чистик благодарю дворник
بله برادرم، خداوند همه برادرای دوباره که الله نگهبان باشه که ای همه کاری در همین برفی و سردی میکنن. همه برادران همه دقیقه مسکو پروسات یک ازنی همه دقیقه در این سال زمان. السلام علیکم روست، سلام علیکم. ای برادر جان، الله نگهبان تو باشه. همه تا دوست می‌دارم. ان شاء الله که ما باید یکدیگر را دستگیری کنیم. یک گپ خوب زدم برادرها. اینا نگاه که اینجا این قدر برفه، افتوا نگاه که چشمکش ما برآمده سی. ابر نگاه که چه خیلی تیز رفته سی برادرها. اینجا همین خیلی برف زدیان توپ کردیان. ما اینا پیش مترو داریم. سلام علیکم. اینا برادر جانو. بله برادر، الله مهربان هم اسپورم اینه که ما نمیخوایم که یگون برادرمون سخنی بد بگیم. برادر جانو بسیار گپا می نویسن، لیک ما حیران میشم که برادر جان آخه بعضا شخصیت های می نویسن نه نویسنی مایلش خطاگی مرا گفت ما یگان چیز نمیگم. برادر جان همه وقت نمرای ما در روی اکران موندگی، همه میدونه که نمرای ما چنده، واتساپ ما چنده. زنگ بگو برادر جان همه خیلی خطاگی دارین اینجا تا اصلاح کنیم، خیلی گپای نمی خیلی او یگان جای تو کم نمیشه. در پوبلیکا بعضا نفر خش ایشون تا برادر جان در روی کامera برآمدن گپ زدن کاری هر کس هم نیست. آخه صد آفرین برادرایی که در درون استرویکا کار میکنن. همه خیلی شمالی و ازمین در بالای استرویکا خنک در بخدا صد آفرین شد. همه تا برادر جانا دوست می‌دارم، حرمت میکنم، عزت میکنم. برادر جانا شما هم کم مرا درک کنید. ما آدمایی که حرمت عزت میکنین گپ تو ندارم. همه تا هزار رحمت کلونه که بعض وقتی که بعضا دیگه گپ میزنی برادر جان، یک بار در آینه نگاه که همون گپ در خودت بزن که خودت چقدر طاقت میکنی در همون گپ، بعد دوباره همون گپ ما در برادر چیزی که خودت برادر مسلمان در خودت نمیخوایی همه چیز یاد نهیش میکنی. البته ما برادر خودت همه چیزم در ما نگو. السلام علیکم برادر. و علیکم السلام و رحمت الله. سلامتی خوبه همه تنجا همه میندارم برادر جانو. ان شاء الله که پگان اوری خارچه عزیزم شکرانه بونو را میپرتیم. ای ولادی کاوکاز اومدن بعد اومدنش رگای پوچش بریدن یکم امو جراحی گذاشت، ولی با یک دو ماه پس یک ماه پس دیگر گفته وایش کردن که بیاین برادرها ان شاء الله نواری نوبتش میپرتم. با همه کسا میدرین میبینین ان شاء الله بهترین میشود. الله همه تا نگهبان باشه. برای دستگیری برای لایک هایی که 153 نفرین 77 تا لایک زدین برادرها، هزار رحمت کلان. مقصد لایک ما میگه که دیگر شخصیت ها دیگر برادرها میبینن هر یک کدوم ما در جداگانه هر چیزی که نمیکنم لیک هزار رحمت یا 151 نفر 77 کس لایک اجی کردین. خداوند نگهبان تا باشه. اگر که یگان گپ پس بلند زده باشین سر کرمودا اوزو برادر جانو میفهمم همتون دقیقه لیک التماس مرا کمتر درک کنین. الله نگهبانتون. خداوند هممون برکت در کسب کار